در شهر کابل یک شرکت خصوصی برنامه جدید کرایه‌دهی وسایط نقلیه را آغاز کرد. این شرکت موتورهای جدید و مدل بالا را با قیمت مناسب و ارزان به هموطنان به کرایه می‌دهد. مسئولان این شرکت می‌گویند هدفشان این است که خانواده‌ها و جوانانی که توانایی مالی خرید موتر شخصی را ندارند، بتوانند در محافل عروسی، نامزدی، محافل خوشی و دیگر مراسم از موترهای اصلی و لاکس استفاده کنند. وطندارای عزیزی که محافل خوشی می داشته باشند و ضرورت آنها به گلپوش می باشد، دفتر دنیای اقتصاد در خدمتشان است و او عزیزایی که بیرون از کشور می خواهند به جهت سیاحت و یا چکر به ولایت‌های کشور داشته باشند، شرکت دنیای اقتصاد در خدمتشان می باشد. موترهای ما شامل موترهای مدل جدید می باشد و آپشنایش یا مدلایش لکسس، جی کلاس، لند کروزر، رنج روور و موترهای شایسته پایان 2010 الی 2024 در خدمت وطندارای عزیز باشد. مسئولان این شرکت میگویند که در حال حاضر صدها اراده موتر مدل جدید در انواع و رنگ‌های مختلف در اختیار دارند. به گفته آنان تلاش میکنند خدمات مسئول با کیفیت و قابل اعتماد را برای مردم ارائه کنند. آنان افزودند ما میخواهیم زمینه ای را فراهم سازیم تا هموطنان بدون خرید موترهای گران قیمت بتوانند در مراسم ویژه‌شان از موترهای اصلی استفاده کنند. تلاش ما این است که خدمات را با قیمت مناسب و شرایط آسان ارائه نماییم. شرکت تجارتی و کرایه‌دهی وسایط دنیای اقتصاد با داشتن موترهای مدل سال در خدمت هموطنان عزیز می باشد و او در هموطنان عزیز ما که به خاطر محفل خیش و موتر ضرورت داشته باشند ما در خدمتشان می باشیم. همچنان خدمات مسافرین از انتقال مسافرین از میدان هوایی دیگه سفرهای ولایتی، خدمات کرایه‌دهی ما از 12 ساعته گرفته الی هفته‌وار، ماهوار، 6 ماه و سالانه می باشد. شماری از هموطنانی که از این خدمات استفاده کردند ابراز خوشی می کنند و می گویند چنین سهولت‌های مشکلات اقتصادی مردم را کاهش می دهد. آنان می افزایند که این گونه سرمایه گذاری های خصوصی نه تنها برای مردم سهولت فراهم می کند بلکه سبب ایجاد فرصت های کاری و گسترش فعالیت های اقتصادی نیز می شود.